سلام به عزیزای من. امروز افتخار حضور میهمان ویژه‌ای رو داریم. شاهنشاهی که فقط پادشاه نبود، معمار یک تمدن بود. کسی که وقتی قدم گذاشت روی تخت سلطنت، امپراتوری رو مثل سفال شکسته تحویل گرفت و یک ساختار تحویل جهان داد. جاده، قانون، مالیات، نظم، ارتش و حتی چیزی که امروز بهش میگیم کشورداری مدرن. برای دشمنهاش قاطع بود، برای مردمش حسابگر و برای تاریخ یکی از ستونهای جهان باستان. Enter the void. داریوش بزرگ، شاهنشاه هخامنشی. سلام خدمت شما اعلی حضرت. سلام بر شما. سپاسگزارم که من را به این گفتگو دعوت کردید. شما 36 سال بر تخت پادشاهی سلطنت کردید. خیلی ساله. تازه اون موقع هم هر روز باید 10 گزارش میخوندم. 5 نفر رو عفو میکردم و 1-2 تا ساتراپ رو توبیخ میکردم. زمان سریع میگذره وقتی داری امپراتوری میچرخونی. اجازه بدید از ابتدا شروع کنیم. پس از مرگ کمبوجیه دوم، حکومت به دست بردیای دروغین افتاد. کسی که خود را بردیا برادر کوروش معرفی کرد. چطور شد که شما به تخت نشستید؟ بله. کمبوجیه در راه بازگشت از مصر بود که درگذشت و قدرت با ادعای گئومات موق ملقب به بردیای دروغین به دست او افتاد. من داریوش پسر ویشتاسپ از خاندان هخامنشی به همراه 6 تن از اشراف پارس، همان 7 همقسم، متوجه فریبکاری شدم و شبانه گئومات را در شوش به قتل رساندم. جناب داریوش، بعضیا میگن بردیای حقیقی بوده؟ خیر. اون تمام زنهای کمبوجیه رو اختیار کرده و از هم جدا و دورشون کرده بود. در نهایت از همون اندرونی قضیه لو رفت و ما دست به کار شدیم. گاهی یه پادشاه باید تصمیم بگیره با چیزی که میدونه درسته بره جلو، نه چیزی که ممکنه بقیه فکر کنن. الان یه جمله زدین که راحت میتونه بره تو بیو توییتر یه استراتژیست. اگه میدونستم روزی چیزی به اسم توییتر میاد، حتما یه کتیبه مخصوصش میساختم. میگن قدیمی ترین بیلبورد تاریخ رو شما ساختین. بیلبورد؟ سنگ نوشته های 20 منظورم عالی جناب. بله، با ارتفاع 100 متری کوه این سنگ نوشته رو ساختم که بگم ایران همیشه از آشوب و تفرقه سربلند بیرون خواهد آمد. پس از به سلطنت رسیدن، ظاهراً اغلب ایالات امپراتوری هخامنشی شورش کردند. چه کردید؟ بله، حق با شماست. به محض سلطنت تقریباً تمام استانهای امپراتوری دست به شورش زدند. من با شتاب به قلب هر ولایتی لشکر کشیدم. این کار سخت بود، اما نظم دوباره برقرار شد و من توانستم صلح و اقتدار را در سراسر امپراتوری مستقر کنم. این سرکوب‌ها واقعاً کار بزرگ و پیچیده‌ای بود. اسناد تاریخی میگن شما این کار رو تا سال 4 پادشاهی انجام دادید. پس از اون ثبات نسبی در کشور برقرار شد؟ بله، با رفع شورش‌ها اولویت بعدی من ایجاد ثبات دائمی بود. در این راه به جوانمردی و عدالت اهمیت میدادم. مثلا دیدم مالیات زیاد مردم را میرنجاند، آن را کاهش دادم. ولی در عین حال هرگز از قدرت مرکزی شانه خالی نکردم و نظارت ادامه پیدا کرد. برای نظم بخشیدن به کشور چه اصلاحات اداری انجام دادید؟ من قلمرو پهناور شاهنشاهی را به چندین ساتراپی تقسیم کردم. برای هر منطقه یک ساتراپ منصوب شد که عملاً والی شاه بود. اما هر کدام زیر نظارت دقیق ویژه‌ای قرار داشتند. برای مثال، بازرسانی داشتیم که به اونها چشم و گوش شاه میگفتند و اطمینان حاصل میکردند که اوامر سلطنتی در همه جا اجرا میشود. این ساختار اداری باعث شد که گستره امپراتوری یک پارچه باقی بماند و ولایت‌ها نتوانند به سادگی تصمیم به جدایی بگیرند. به جز ساختار اداری در سیستم اقتصادی نیز اصلاحاتی داشتید؟ حتماً.
مهمترین اقدام اقتصادی من ایجاد یک نظام مالی منظم بود. هر ساتراپی موظف شد مالیات سالانه مشخصی به صورت وجه نقد یا محصولات معین بپردازد. ما یک پول واحدی ایجاد کردیم. نخستین سکه طلای ایرانی که به دریک معروف شد. پیش از من لیدیه پول اختراع کرده بود. اما در ایران برای اولین بار در دوران من سکه ضرب شد. داریک استاندارد طلای خوبی داشت و اعتماد بازرگانان را جلب کرد. همچنین واحدهای وزن و اندازه مشترک تعیین کردیم تا تجارت در سراسر امپراتوری تسهیل شود. هرودوت نوشته ایرانیان در زمان شما از نزدیک شوش با چوب‌های خمیده و سطل چرمی، نفت و دیگر مواد از زمین استخراج می‌کردند. واقعاً درسته؟ آری، منابع طبیعی برای ما اهمیت داشت. مردمان محلی از نفت و موم معدنی برای امور ساختمانی و نگهداری کشتی‌ها استفاده می‌کردند. درباره راه‌ها و ارتباطاتی که بسیار مشهور است صحبت کنیم. چه طرح‌هایی اجرا کردید؟ ما مسیرهای جدیدی ساختیم تا نقاط مختلف امپراتوری را پیوند دهیم. مهمترین آنها راه شاهی بود که سارد در لیدیه را به شوش در ایران متصل می کرد. به این ترتیب گزارشات و کالاها می توانستند خیلی سریع از شرق به غرب بروند. همچنین راه دیگری از بابل به مصر کشیدیم تا ارتباط زمینی و دریایی ایران و مصر برقرار شود. بدین گونه از طریق شوش می توانستیم مستقیماً تا پایتخت‌های مختلف حرکت کنیم. هیچ وقت از چیزی ترسیدید؟ ترس من از این نبود که دشمن حمله کنه. از این بود که ملت من از هم بپاشه. ترس بزرگ برای آدم‌های بزرگ فرق داره، نه؟ بله. شاهنشاه از خشم دشمن نمی ترسه. از خشم مردم خودش می ترسه. و در مورد سیستم پستی شنیده ایم که حدیث معروف نه برف، نه باران، نه گرما به شما نسبت دادند. بله، من یک سامانه پستی یا همون چاپارخانه سازماندهی کردم که در آن پیک ها با سرعت غیر قابل توصیفی پیام ها را منتقل می کردند. نه برف، نه باران، نه گرما، نه تاریکی شب نمی تواند پیک ها را از انجام وظیفهشان باز دارد. شنیدم که یک کشور جدید آمریکا هم از این حرف من به عنوان شعار پستیشون استفاده کردن. کشور جدید آخه؟ جناب داریوش، یکی از معروفترین بخش‌های ارتش شما گارد جاویدان بود. راستش اسمش خودش ترسناک و باشکوهه. چرا بهشون میگفتن جاویدان؟ چون واقعاً هیچ وقت از بین نمی رفتن. 10,000 نفر بودن. ولی اگه یکی زخمی یا بیمار می شد بلافاصله یکی دیگه جاشو می گرفت. یعنی همیشه تعدادشون کامل بود. انگار هیچ وقت کم نمی شدن. مثل خود نامشون، جاویدان. چه طراحی خفن و هوشمندانه‌ای! یعنی یه سپاه دائمی همیشه آماده. دقیقاً. امپراتوری همیشه آنلاین با آپدیت امنیتی. بچه‌ها، برای این ویدیو زحمت زیادی کشیده شده. از طراحی فضا تا تحقیق، تصویرسازی و صداگذاری، همش ساعت‌ها وقت برده تا یک محتوای تمیز بهتون برسونیم. اگه لذت بردید، سابسکرایب و لایک یادتون نره و یک کامنت انرژیزا برامون بذارید تا با دل گرم ادامه بدیم. بزن بریم سراغ ادامه این مصاحبه. خب کمی هم از لشکرکشی هایتان بگویید. گفته می شود به شبه قاره هند رفتید، درسته؟ بله، بعد از تثبیت اوضاع داخلی در 11مین سال سلطنت، سپاه من وارد پنجاب و سند و گاندارا در هند شد و این ایالات را به شاهنشاهی اضافه کردیم. این مناطق بعدتر ساتراپ هندوکش نام گرفت و ثروت سرشاری نصیب خزانه ایران کرد.
و در شمال آیا سرزمین سکاها را نیز به قلمرو خود افزودید؟ لشکرکشی به سرزمین سکاها یکی از رویدادهای بزرگ بود. در سال 9 پادشاهی من به سوی سرزمین‌های پیرامون دریای سیاه تاختم و با پشتوانه ارتشی سرسخت و پیگیر حرکت کردیم. گرچه سکاها در مقابل ما مقاومت می‌کردند، اما بالاخره شور و هیجان در دشمن کاهش یافت. در آن سفر خسارت‌هایی به ما وارد شد، ولی هدف ما این بود که رعب و وحشت را در دل سکاها فرو نشانیم. حاصل این جنگ این بود که سکاها برای مدت طولانی تصور حمله به ایران را از سر بیرون کردند و مناطق تجاری شمال ایران امن ماند. این عملیات چنان بزرگ و شکوهمند بود که ایران برای اولین بار قلمرو خود را از آسیا تا اروپا گسترش داد. شما واقعا به همه جا سر زدین. شبیه کسی این که خیلی سفر کرده. راستش همیشه آرزوی سفر خارجی داشتم، اما مشکل این بود که همه جا مال من بود. پس سفر کردن حس و حالش را از دست میداد. یعنی پاسپورت لازم نداشتید؟ پاسپورت من اقتدار بود. جنگ با یونان هم در دوران شما آغاز شد. بله. شورش ایوونیه در آسیای صغیر، همان ناحیه یونانی نشین کوچک آغاز شد. شورش در سال 26 پادشاهی من آغاز شد. آنها شهر سارد را به آتش کشیدند و من ناچار شدم نیرویی به فرماندهی دریاسالاران خود روانه کنم. نخستین نبرد دریایی لاده بود. رویدادی در سال 28 پادشاهی که در آن مجال نفس کشیدن به یونانیان ندادیم و قاطعانه شکستشان دادیم. و اما مهمترین جنگ من، نبرد ماراتون، در سال 32 پادشاهی من بود که سپاه ایران با جنگ طلبی یونانیان روبرو شد. به محض رسیدن به دشت ماراتون به ما یورش آوردند و ناچار به عقب نشینی شدیم. هرچند شکست ماراتون تلخ بود، اما من امپراتوریم را در بیش از 3 قاره استوار کرده بودم و فرزندان و جانشینانم راه نبرد با یونانیان را ادامه دادند. میگن سربازی به نام فیدیپیدس پس از پایان نبرد از ماراتون تا آتن نزدیک به 42 کیلومتر دوید تا خبر پیروزی رو برسونه. وقتی رسید از فرط خستگی جان داد. روایت‌ها میگن همین ماجرا الهام بخش شکلگیری 2 ماراتون شده. غلبه بر ما افتخاری است که تا هزاران سال آن را به رخ خواهند کشید. درباره پروژه‌های بزرگ ساخت و سازتان بگویید. من معماری شاهنشاهی هخامنشی را به اوج شکوه رساندم. در شوش، در سرزمین ایران امروزی، کاخ‌ها و آپادانایی بزرگ بنا کردم و استادان و سنگ تراشان را از سراسر امپراتوری به کار گرفتم. در پارسه، زادگاه من، شهر شاهانه این نو برپا شد. دیوارها، آپادانا، تالار شورا، خزانه و کاخهای با شکوه را بنیان گذاشتیم. هرچند برخی از آنها تا پایان زندگیم به اتمام نرسید. آیا در میان آن سازه‌ها لوح یا نوشتاری هم قرار دادید؟ بله، در هر کاخ لوحه‌های سنگی گذاشتیم تا صدای تاریخ بماند. کتیبه‌های پارسه، بابل و مصر را به چند زبان، پارسی باستان، ایلامی، بابلی و حتی هیروگلیف نوشتیم تا همه ملت‌ها بدانند این شاهنشاهی به خواست اهورامزدا اداره می شود. در نقش برجسته بیستون نیز خودم را در برابر 28 قوم نشان دادم و پیامم را به همه رساندم. معماران من چنان دقیق کار کردند که قوانین و مرزهای امپراتوری برای نسلها باقی ماند و هیچ چیز از یاد نرفت. یکی از تصویری ترین بخش‌های تخت جمشید همان نقش‌هایی است که سالها بعد به زور از ایران برده شد و امروز در موزه لوور قرار دارد. جای تأسف دارد تزئینات دیوارهای آپادانا در شوش و پارسه از زیباترین جلوه‌های شاهنشاهی ما بود و چشم هر بیننده‌ای را می‌گرفت.
شما واقعاً زیاد می نوشتید. کتیبه پشت کتیبه. انگار هیچ وقت متوقف نمی شدید. راستش مردم دفتر خاطرات دارن. ما همون چیزا رو روی دیوارها می نوشتید. فرقش اینه که دفتر بقیه تو کش و قایم میشه. مال شما رو کل کوه بیستون حک می‌کردن. در اسناد گفته شده که شما به بازسازی معابد و احترام به ادیان مختلف توجه ویژه داشتید. درست است. من در بیستون نوشتم که معابد ویران شده توسط گئومات، موقع دروغین را دوباره ساختم. بعد از نابودی معابد مصر توسط کمبوجیه، معبد آمون در خاراگو را بازسازی کردم و کاهن اعظم را با احترام به شوش بردم. مصریان من را قانونگذار بزرگ خود دانستند، چون سکونت، عبادت و کشاورزی را طوری اداره کردم که مردم احساس امنیت و رفاه کنند. همچنین به فرستاده قوم یهود اجازه دادم معبد سلیمان را بازسازی کند. درباره دین و آیین خودتون بگید و اینکه با دیگر مذاهب چگونه رفتار می‌کردید. خودم بیش از همه پرستنده اهورامزدا، خدای یکتای زرتشتیان بودم و در هر سنگ نوشته‌ای از حمایت او یاد می‌کردم. اما در این حال به عقاید نواحی دیگر هم احترام می‌گذاشتم. این یعنی شاهنشاهی شما واقعاً چند فرهنگی بود؟ دقیقاً. شاهنشاهی هخامنشی مجموعه‌ای از قوم‌ها و فرهنگ‌ها بود و هدفم این بود که همه احساس یکپارچگی کنند. هر ملت را آزاد گذاشتم که فرهنگ و دین خودش را داشته باشد و آسیبی به باورهایشان نرسد. حتی در اورشلیم یهودیان فرمان دادند که خدای وشتعی ما را پرستش کنند که در کتاب مقدس همان یهوه دانسته شده است. به همین دلیل در تورات، به ویژه در کتاب‌های دانیال، عزرا و نهمیا، از من با احترام یاد شده و گفته‌هایشان با اسناد تاریخی نیز هماهنگ است. پسر شما خشایارشاه جانشینتان شد. تربیت او سخت بود؟ خیلی. هر روزش یه درس بود. از نوشتن خط میخی تا شنیدن روایت‌های جنگ. یعنی یه مدرسه سلطنتی خونگی؟ اگر امتحان تاریخ رو خراب می‌کرد، احتمالاً تاریخ رو هم عوض می‌کرد. صحبت از تاریخ شد. حالا به پایان پادشاهی شما میرسیم. در سال 36 فرمانروایی‌تان چه بر سرتان آمد؟ افسوس. در همان سال پس از یک دوره بیماری 1 ماهه درگذشتم. در مسیر لشکرکشی به یونان نزدیک تروآ بود که دچار بیماری شدم و از دنیا رفتم. و در آرامگاهی در نقش رستم نزدیک شیراز کنونی دفن نمودند. سردر آرامگاهم به صورت صلیبی 22 متر ارتفاع دارد و نقش برجسته‌ای نشان می‌دهد که شاه را ایستاده می‌سازد و ملت‌های زیر فرمانش را نشان می‌دهد. حتی آخرین وصیتم را در همانجا حک کردم. خدایا، اهورامزدا، از این کشور در مقابل دشمن، قحطی و دروغ محافظت کن. واقعا سخت نیست وقتی میدونی اسم و چهرت هزاران سال بعد هم هنوز روی سنگه. اگر کاری که میکنی برای مردم و با راستی باشه، خود تاریخ مراقب اسمت هست. و پس از شما چه کسی جانشینتان شد؟ پسرم خشایارشاه یکم تخت را به دست گرفت و همان راه و روش ما را ادامه داد. شاهنشاه، از حضورتون ممنونیم. هرچند چند هزار سال از دوران شما گذشته، اما حقاً گفتگوی امروز چهره‌ای زنده از تاریخ ایران و جهان را نشان می‌دهد. من هم از شما سپاسگزارم و امیدوارم نسل‌های آینده قدر تاریخ اصیل ایران و ایرانی را بدانند.